اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، با درخواست یکی از برادران گرامی قدر میخواهم امروز دعای قنوت با ترجمهش پیشکش شما کنم. اللهم انا نستعینک و نستغفرک. ای الله، از تو کمک و بخشش می طلبیم. و نؤمن بک و نتوکل علیک. و بر تو ایمان می آوریم و بر تو توکل می کنیم. و نثنی علیک الخیر. و تو را ستایش می کنیم به ذکر خیر. و نشکرک. و از تو شکرگزاری می کنیم. ولا نکفرک. و ناشکری نمی کنیم. و نخلع و نترک من یفجرک. جدا می شویم و رها می کنیم آن کسی را که از تو پیروی نمی کند. اللهم ایاک نعبد و لک نصلی. یا الله، برای تو عبادت می کنیم و برای تو نماز ادا می کنیم. و نسجد و برای تو سجده می کنیم. و الیک نسعی و به سوی تو می دویم. و نحفد و برای هر امر تو حاضر هستیم. و نرجو رحمتک و امیدوار رحمت تو هستیم. و نخشى عذابک و از عذاب تو می ترسیم. این عذابک بالکفار ملحق. بیشک عذاب تو تنها برای کفار است.